سلام هموطنان گرامی، امروز میخواهم درباره همین صدمه‌ای که در مرکز دوشنبه به وقوع پیوست گپ بزنم. نشادی دیده نشادمانه، نشادی دیده نشادمانه، بیره بر کوچه پیران گذر کن، نوبت به ما رسد ما خود روانه. سلام هموطنان گرامی، امروز میخواهم درباره همین صدمه‌ای که در مرکز دوشنبه به وقوع پیوست گپ بزنم. یک جوان در اونجا جان خود از دست داد. در حقیقت یک جوان خیلی زیبا. وقتی که من عکس‌هاش دیدم یک فکری در یادم آمد. وقتی که ما و شما خورد بودیم، هر یکی ما و شما خوب از وقتی که صنف یک می رفتیم، هم روز اولی که باید صنف یک می رفتیم، شاید که ما خواب بودیم در یادمان نیستک، اما خوب می دانم که پیش از این که وقتی که شب ما خواب بودیم که فرداش هم روز اولی مکتب است، پدر مادری ما و شما تا ساعت 1 شب نشسته با همدیگر صحبت میکردن که فرزندی من صنف یک میروه، این فرزندی من امیدی من است، انا که فرزندی من درس میخوانه، یک چیزی در زندگی برای خود میشوه و پدر مادر کمک میکنه در زندگی. وقتی که پدر مادر به خواب رفتن، خواب کردن و صبح ساعت 4 بیدار شدن که همه چیزهایی تو را بگیرن آماده بکنن که فردا تو صنف یک میرای، چون تو امیدی پدر مادرت هستی. از ساعت 4 پدر مادرت بیدار بودن که تو را مکتب روان بکنن. پدرت یک نوارگیرک در دستش، مادرت با خوشحالی و پدرت تو را نوار میگرفت که پسر ما چطور مکتب بروه، های پسر ما جانی ما، تو خوب به مکتب رفتی، چقدر زحمت های پدر مادرت کشیدن. همین طور هر روز پدر مادر تو کوشش میکردن که از سر صبح بیدار بشوند و تو را به مکتب روان بکنن. اینک تو تا صنف 11 خواندی و صاحب شهادت نامه رانندگی شدی و امروز باز هم صاحب نقلیات شدی، باز هم صاحب ماشین شدی و با مستی در سری ماشین نشستی و راندی ماشینه و امروز تو به یک صدمه دچار شدی و در مستی جان خود از دست دادی. جوانان عزیز، به خاطر چی این صحبت ها رو من میکنم؟ به خاطر چی این صحبت ها رو من میخوام بس همه شما به گوش شما برسانم؟ چون که شما به این خطاگیر راه ندهین. چون که پیش از این که یک کار کردین فکر بکنین. اولش این که شراب نخورین. اگر که شراب هم خوردین، یک کاری بکنین که همون کلید ماشین یک جای بگذارین که کاری نکنین که در همین مستی از دنیا برین. هر یک آدم در دلش فکر داره، هر یک آدم در دلش یک عقیده داره، در سرش یک فکر داره که یک روز من توبه میکنم و به خدا بر میگردم. هر یک انسان ایره داره، هر یک مسلمان در این فکر هست. اما ما باید که حیات خود در خطر نگذاریم. ما و شما یک قطره در یک بحر هستیم. زندگی یک بحر است و ما و شما یک قطره هستیم. این قطره را حتی یک گنجش که میدهک میتواند که از بحر بگیره و برای بگیم که نوشیدنش استفاده بکنه. معنای گپ ای است که زندگی ما میتواند که نه اینکه تا صبح حتی الان تمام بشوه. شاید که همین درختی که در بگیم که پشت من هست یک شمال سخت بشه و همین درخت چپه بشه در سری من، شاید که من دیگه زندگی نکنم، شاید که تو زندگی نکنی. اما خداوندی عزوجل برای ما و شما در قرآن 1000 بار میگه که ای مردم شما فکر بکنید، عقل خدا به کار بفرمید، چون خداوند برای ما و شما عقل داده است. ما نگویم که این نصیبش به در مستی فوت بکنه. دوستای عزیز، خداوند برای ما و شما اول عقل داده است، عقل فکر کردن داده است. جوانای عزیز، جوانای شهرمرد، جوانایی که امروز شما در سین 18 19 هستید، خواهش من از شما همین است که در مستی ماشین نرانین، در مستی کاری نکنین که باعث بدبختی شوه. شما امروز ندیدین که هر روز یک نفر یا که مادرش میکشه یا که پدرش میکشه یا که مست بده است یا اینکه از بی هدفی. اما
به خاطر چی جوانان ما امروز اینقدر بی‌فکر شدند؟ این آن را نشان می‌دهد که جوانان ما در آن سطح نیستند که یک هدف برای خود فکر بکنند، یک هدفی داشته باشند، یا اینکه زیاد پول دارند، یا اینکه بیچاره ها از بگیم که ناداری نمیتونن که فکر بکنن. امروز همه نفرانی که یعنی که مسئول هستند در تاجیکستان به خاطر رفع کردن این مشکل باید که کار بکنن، باید که حرکت بکنن، چون این مشکل جامعه ما و شما است، چون این مشکل تمام ما و شما است. چی کار ما باید بکنیم که از این کارها یعنی که نجات بیابیم، از این کارهای بد؟ ما و شما باید علم خود رواج بدیم، علم خود. امروز جامعه ما جامعه فرهنگی مدنی جامعه یعنی که علمی ما در یک سطحی است که حداقل نفرایی که در همون فرهنگ در علم کار میکنن نمیتوانند که یک کاری بکنن که جوانا یعنی که از اوباشی و از بگیم که کارهای بد دست بکشن. چون که امروز ما در سر علم تاجیک سرمایه گذاری نمیکنیم. این وقتی که یک جامعه فرهنگی، یک جامعه بگیم که علمیه که حتی 1 میلیارد در یک سال سرمایه گذاری نمی شود، یعنی که سرمایه گذاری در سر علم نیست، مردم به هر کار دست خواهند زد. امروز جامعه تاجیکستان یعنی یک جامعه هست که بسیار جوانان تشکیل میدهند. من خواهش میکنم از مسئولین که شما دست به کار بشین که آینده جوانای ما آینده خوبی باشد. امروز ما از همه همسایگانمان علمان کم است، از همه نفرانی که در قریب و نزدیک ما هستند علم ما و شما کم است. حتی زبانهای خارجی را دیگه همسایه کشورهای ما خوب گپ میزنن از کشور ما. حتی یک معلم تاجیک نمیتواند با یک همون بگیم که همون فنی که درس میده صحبت بکنه، چون معلم بیچاره نمیتونه، چون یک معلمی که 500 سامانی بگیم که معاش میگیره او فکری نمیفهم زبان آموزیش بکنه، یا اینکه فکری بگیم که درسیش بده یا فکری شکمش بکنه. بیاین مسئولین در فکر باشیم که جامعه ما در خطر است، جامعه ما از همه طرف در خطر است. خوب دوستان عزیز، در امان الله باشین. خداحافظ.